به یاد دارین. اینجا ببینید دوستان عزیز، نام خدا، نام خدا بخیر. ببینید چی چیزایی که نداره. کی کار دیدین چقدر اینا مزه‌دار بود. آدم بیا یگان روز از اینجا یگان چیزو برای این محصولاتش من تازه دیدم. این کی کار سابق ندیده بودم. خب دوستان عزیز، تعداد از پارک از سه اول به نشر رسیده که میتونین در همین پلیلیست شهر کابل بیننده باشین. دیگه یک دروازه چی طرف از دوستان عزیز، یک دروازه طرف مسجد کویته هست، یک دروازه طرف سه اول است و یک دروازه هم این اون آپارتمان که بیشتر براتون گفتم دوستان عزیز. دارم کلاه ماشین یا جالی ماشین گفت میکرد برای افغانستان کلاه ماشین میگن دوستان عزیز. کلاه میگن بیام کلاه را یک پف. سلام و درود نثار تمام شما عزیزان، انشالله که خوب صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتان هم طبق میل دلتان به پیش بره. دوستان نهایت گرامی، بیاین که اول از سرک بگذاریم که نمیال فرصتش هست بعدا بیربار نشه که موتور رو بارمون نکنه. دوستان عزیز، ما آمدیم به سرک حوزه 11 امنیتی شهر کابل در مربوطات حصه اول خیرخانه. دوستان نهایت گرامی، از اونجا که من میفهمم بر ما زیاد پیام کردین که از سرک ویدیو بگی، زیادتر نه که تقریبا خبر جای دارم. در کابل که وقت بودین در این حصه خیرخانه بودین و ایجاد خوب به یاد دارین. اینجا ببینید دوستان عزیز، نام خدا بخیر. ببینید چی چیزایی که نداره. کی کار دیدین چقدر اینا مزه‌دار بود. آدم بیا یگان روز از اینجا یگان چیزو برای این محصولاتش من تازه دیدم. این کی کار سابق ندیده بودم. خب دوستان عزیز، من پس سرگپ بیشتر ما از اینکه زیادتر شما مسکن گزین خیرخانه کابل بودین یا مخاطبایی که بر ما کامنت میتن یا که مسیج میکنن مسکن گزین خیرخانه کابل بودن، میگن که بر ما از خیرخانه زیادتر ویدیو بان. من هم دیگه همون طبق دل شما همون کار میکنم و امروز این آمدیم به سرک حوزه 11 امنیتی شهر کابل. طرف دوستان موتورسیکل‌ها را جور میکنن. روبروی هم حوزه 11 امنیتی شهر کابل است. بعضی جایا دوستان عزیز از پیش من نام حوزه 11 و 17 تو چپ غلط میشه. امیدوار هستم که اگر شنیده باشین تیرتان بیارین و در کامنت ها چیزی نگوین. بعض اوقات از زبان انسان بعض حرفا میره که باز بعداً یادش نمیاد چی گفته بود چی نه. خوب دوستان عزیز، در سرک حوزه 11 امنیتی شهر کابل هستیم. یکی از بهترین، زیباترین و مقبولترین سرک های کابل. نانای روغنی رو ببینید دوستان عزیز. دوستایی که در خارج هستین پشت از این نان دق نشدین، پشت از این نان وطنی، خصوصا پشت این نان روغنی. ما که در این وطن هستم پشت نان از روغنی دق شدیم. میگم برم زود خانه که یک نان روغنی هم بگیرم اما تو کنجدار باشه. از اون نان بایی که طرف دیدین دوستان عزیزم اول که بود کیک، یک تا کیکام بگیرم برم بخورم که بسیار مرا خوشم آمد، بسیار خوشم آمد. برای ما لذتش ببریم. خوب دوستان نهایت گرامی، این طرف پارک حصه اول خیرخانه شهر کابل است که ویدیوهای زیاد متعدد از پارک از حصه اول به نشر رسیده که میتونین در همین پلیلیست شهر کابل بیننده باشین. دیگه یک دروازه چی طرف از دوستان عزیز، یک دروازه طرف مسجد کویته هست، یک دروازه طرف حصه اول است و یک دروازه هم همون مسجد کویته در سرک دیگه ایش میبره. دیگه دروازه متعدد داره. از هر دروازه که بخواین هر 4 طرف پارک 4-5 دروازه داره دیگه. کلا روز سرکا فرصت از دوستان عزیز خلوت است. اگر نه در این ساعت بسیار بیرون میگو، تقریبا ساعت 10 صبح است اما سرکا فرصت است و خلوت و قدر بیربار حس نمیشه. البته این سرک دوستان عزیز همیشه
فرصت بوده، من یادم نمیاد که سرک بیروبار داشته باشه. این خانه های قدیمی است، دوستان عزیز، خانه های قدیمی خیرخانه، خانه های مدرن قدیمیش البته دوستان عزیز، که یاد وقت تقریبا چقدر وقت براتون پیش بگویم، یک 15 سال پیش یا شاید زیادتر از بهترین خانه ها بود. لاکچدی میگفتن این خانه ها را، یا با فارسی تجملاتی یا لوکس دیگه. همیال هم از دوستان عزیز، اما حالا زیادتر شیپا دیگه تغییر کرده، مثل از اینی جور میکنن خانه ها را. این آپارتمان در روبروی ما میبینید. گستاخانه خیرخانه هم دوستان عزیز دقیقا در امی قسمت موقعیت داره و شبکه سلام و افغان تلکام هم همینجا هستن و خدماتشان از همینجا ارائه میکنن. این کوچه ها را بسیار دوست دارم دوستان عزیز، واقعا این کوچه ها و کوچه های خیرخانه از جمله کوچه های محبوب هست که من دوستان شما را نمیفهمم، اما واقعا خیرخانه دوستان عزیز یک جا هست که از نامش معلوم است، یک آرامش با آدم میده. زندگی دیگه دوستان عزیز یک لذت دیگر داره. جای آرام، لیس مریم نزدیک، سر شمالی نزدیک، کل جای بر نزدیک دوستان عزیز. مراکز آموزشی زیاد داره، مردمش مردم خوب هستن دیگه. واقعا یک از بهترین جاهای شهر کابل همین خیرخانه هست. این اون آپارتمان بیشتر براتون گفتم دوستان عزیز. دارم کلاه ماشین یا جالی ماشین پف میکرد برای افغانستان، کلاه ماشین میگن دوستان عزیز. کلاه میگن بیام کلاه را یک پف گرد و خاک نگیره ماشین از اونجا دیگه گفته زمین مستری متنفس میکنه. این خانه هم دوستان از جمله خانه های قدیمی است که یک رنگ روخ باز براش دادین. باز ببینید چقدر زیبا شده این رنگ روخ. طرف هم دیگه این بیادرهای ما سفر دارن، حتما دیگه بایکایشان رو بار کردن و خداحافظی میکنن که برن، سفرشون بخیر باشه. این کوچه ها دوستان عزیز، خانه های از این کوچه ها دوستان عزیز که واقعا بسیار زیبا، بسیار مقبول. آدم میبینه خانه خوشش میاد. این سرک دوستان عزیز تا آخرش که بازی اون طرفترش میرسه با 315 باز بعدش به طرف 500 فامیلی. اینجا دوستان عزیز از مناطق مشهور و محبوب شهر کابل دیگه به حساب میره و بسیار مناطق پاک هم همچنان هستن دوستان عزیز. اگر این سرکایش ببینین، این بچه که ببینین دوستان عزیز، این چقدر ناز است با اون کراچی یک خودم باسکیل خود ساتیری میکنه. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.